سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 18 ایون من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. شیرعلی خیراللهیف یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل دفاع و امنیت گفت منطقه آسیای میانه نباید به میدان رقابت قدرت‌ها تبدیل یابد. میخواهم تاکید کنم که به آسیای مرکزی نه یگان کشور مشخص بلکه سازمان‌های اکستریمیستی به مانند طالبان، القاعده، دولت اسلامی و دیگر گروه‌های مسلح مربوط به آنها تهدیدی واقعی به بار آورده‌اند. مقامات تاجیک میگویند در مرز تاجیکستان با افغانستان حدوداً 1500 نفری مسلح گرد آمدند. این نکته در همایش شورای رهبران مرزبانی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه تاکید شد. به گفته مرزبانان تاجیک، این گروه‌های تندرو بیشتر در منطقه‌های کندوز، دشت ارچی و امام صاحب جایگیر می‌باشند. روزهای 22 تا 24 ایون در شهر تاشکند مذاکرات کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می شود. این نخستین ملاقات هیئت‌ها بر رهبری معاونان اول نخست وزیران دو کشور، دولتعلی سعید از تاجیکستان و رستم عظیموف از ازبکستان می شود. خبرگزاری آزیا پلوس از قول یک منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت که در این مذاکرات اصلا گپ درباره بیکار شدن نظام روادید نخواهد رفت، بلکه بحث سر موضوع برقرار شدن خط سیرهای هوایی میان دو کشور است. احتمالاً به زودی در تاجیکستان ازدواج‌های خویش و تباری از روی قانون‌های کشور منع کرده می شود. طرح تغییر و علاوه‌ها به کدکس عائله تاجیکستان که از جانب متخصصان این ساختارها تهیه شده است، برپا شدن عائله را از جانب خویشاوندان نزدیک، یعنی پسر و دختر عمک، فرزند تقا، عمه، خاله یا برادر و خواهر شیرخواره منع می‌کند. در صورتی از جانب پارلمان قبول شدن این تغییر و علاوه‌ها تشبث حکم قانون را کسب می‌کند. مقامات تاجیک میگویند از آن نگرانند که پیامد اصلی نکاح‌های خویش و تباری یا همخون باعث به دنیا آمدن اطفال معیوب می‌شود. در گذشته این پدیده را وکیل پارلمان سعادت امیرشایوه و بعداً پرزیدنت امامعلی رحمان مورد انتقاد قرار دادند. از 26,000 طفل معیوب در تاجیکستان هر نفر سیومشان از والدان همخون به دنیا آمدند. ساختار در یک بینای استقامتی در شهر خوجند شامی دیروز یک منزل را در آشیانه پنجم محله 13 این شهر خراب کرد. این حادثه نزدیک ساعت‌های 19 رخ داد و وقتی رسیدن ساختارنشینان الکی قسمت‌های از بام این ساختمان به کام آتش رفته بود. با گفته ساکنان منزل به کام آتش رفته در قسمت مابین بینا جایگیر بوده با سبب استفاده آتشدان گازی از ترکیش بالون گاز به وجود آمده است. هنوز حجم خسارات این ساختار پوره حساب نشده است. برای مسلمانان تاجیک و دیگر نقاط جهان از امروز اعتباراً ماه شریف رمضان شروع شد. حکمت مهم این ماه گرفتن روزه یعنی خودداری از استعمال غذا و آب است. در آستانه جشن پرزیدنت امامعلی رحمان با یک مراجعه تلویزیونیش ساکنان تاجیکستان را با شروع ماه شریف رمضان تبریک کرد. رحمان گفت شورای علما میتواند فتوا دهد تا به مردم بیمار و مسافر، کشاورزان و کارگران و دیگر شخصانی که در گرمی‌های وزنین تابستان کارهای سنگین را به انجام می‌رسانند سبکی داده شود. انسان باید بر نفس خودش ظلم نکند. حالا این ظلم میکند بر نفس خودش. فرض کردیم اگر بیماری قند باشد که هر لحظه باید که آب نوشیده بیستد. حالا در این روزهای دراز گرما اگر خودداری از نوشیدن آب کند سبب هلاک شدنش یا سبب زیاد شدن اون بیماری می شود. پس در اینجا انسان عاصی گناهکار می شود. باید که شریعت اسلامی اون رخصتی رو که دادگی هست از این رخصت استفاده کند در روزهایی که کوتاه‌تر و سلقین‌تر هست یا اینکه نسبتاً یعنی سلقین و گرم نیست. در اینجا روزه همون یک روزی روزه رو قضا می دارد. برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر لطفاً به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.